چند وقت پیش یک خانومی در خصوص مشکل جسمی که برای خواهرزاده کوچیکش اتفاق افتاده بود از من سوالی پرسید. موضوع از این قرار بود که به یک پارکی رفته بودن اونها و یک در واقع سگ کوچیکی رو به اتفاق صاحبش اونجا دیده بودن. وقتی که اون بچه در واقع به سگ نزدیک شد، سگ متاسفانه بهش حمله کرد و بینی اون دختر بچه رو در واقع مورد جراحت قرار داد. سوال ایشون این بود که مسئول در واقع این قضیه کی هستش؟ میشه گفت اون کسی که صاحب اون در واقع حیوان خونگی بوده مسئولیت کلیه آسیب‌هایی رو که در واقع اون حیوان خونگی و اشخاص ثالث در واقع وارد میکنه رو بر عهده داره و باید دیه جراحات و آسیب‌هایی رو که اون حیوان وارد میکنه پرداخت کنه و اگر که در اثر غفلت و بی‌احتیاطیش هم باشه دیگه این قضیه تشدید پیدا میکنه.